سلام علیکم. آیا رابطه شما طلسم شده؟ چه کسی برای شما دعا گرفته؟ میخوایم بفهمیم امروز. بنابراین همراه باشید با من با یک فال جنجالی. اگر میخواید نتیجه خوبی بگیرید حتما نیتتون رو کامنت بکنید و همسو بشید با این انرژی. و دوستان میخوایم اسم شخصی هم که در واقع 3 حرفی که در اسم شخص هست و براتون حالا کاری انجام داده، کار ماورای طبیعی رو بنویسیم. در ضمن برای ابطال با انرژی درمانی سفید هم میتونید به آیدی تلگرام ما در واقع مراجعه بکنید و خب فال شخصی هم اونجا گرفته میشه. کسانی هم که میخوان در مراقبه گروهی رایگان جمعه شرکت کنن حتما نام مادر و اینها تاریخ تولد رو برام بنویسن. این هم از اون مطلب. عرض دیگه ای ندارم. اگر دوست داشتید چنل ما رو سابسکرایب بکنید و تمام. بسیار عالی. یک مراقبه چند دقیقه‌ای داشته باشیم. 1 دقیقه البته. بسیار عالی. همه چی آماده است. بریم برای بر زدن و چیدمان. دوستان عزیز، طبق معمول 3 ردیف براتون چیده میشه. عزیزان دل و عزیزان جان. ای جان. بسیار عالی. یک بر هم از این بر زده میشه براتون. و یک بر هم از اینجا. خیلی هم خوب بچینیم ببینیم که چه پیش خواهد آمد. سه ردیف چیده میشه از 3 شخصی که ممکنه برای شما کاری کرده باشن و شما در جریانش نبوده باشید. بله، میچینیم براتون ادامه کارت ها رو. خب این تا اینجا، این تا این قسمت مطلب. بسیار عالی دوستان. میریم که بررسی بکنیم و داشته باشیم در کنار هم. حروف اسمی رو میذارم کنار که در آخر براتون آشکار بشه. ایس آف سوردز اومده عزیزان. میگه که یک نفری هست که شدیداً با جایگاهی که در واقع شما توش قرار گرفتید مشکل داره. بی‌تعارف جایگاهی که شما هستید میتونه همکار باشه، پارتنر باشه، میتونه یک رقیب عشقی باشه که شما در واقع نفر دوم اون رابطه بوده باشید بعد از اون آدم. به هر حال حسادت و عدم صلح طلبی در وجود این آدم کاملا مشخصه و چیزی که هست اینه که ببینید این جایگاه شما اگر باشه وابستگی شدیدی به جایگاه شما داره، وابستگی شدیدی به اون موقعیت شما داشته که خیلی سعی میکرده به جای شما برسه ولی نتونسته. یک جورایی شما اومدید و این آدم رو از میدون به در کردید. اوکی، این چیزهایی است که اینجا به من داره نشون میده. ایت آف کاپس اومده، میگه که به واسطه اومدن شما به این کار یا این موقعیت امکانات زیادی رو از دست داده. میتونه یه همسر پولدار باشه، میتونه یک موقعیت شغلی باشه که ترک کرده باشه، میتونه خیلی چیزا باشه، میتونه در واقع یک پستی بوده که از دست داده و به شدت بهش زخم زده این اتفاقات، به شدت این آدم رو پریشون کرده، به شدت اذیتش کرده، به شدت به همش ریخته. اینجا چیزی که دارم میبینم این هستش که خشم این آدم برانگیخته شده
ببینید، و کاملا دگرگونش کردید، کاملا از بین بردینش. پیج آف پنتیکلز اومده عزیزان براتون. داره میگه که تقریبا یک هزینه هنگفتی رو برای انجام طلسم و دعا، اونم از نوعی که در واقع بنیان خانواده شما و بنیان زندگی شما رو ببنده انجام داده. یعنی چی؟ یعنی یک جورایی موقعیت زندگی شما رو از هم بپاشونه، حمایت اون کسی که شما رو به اون جایگاه رسونده رو قطع بکنه. میگه که یک سایه روی شما افتاده و درونتون بیخبره از این اتفاق. این یکی از اتفاقاتی هست که توسط این آدم برای شما رقم خورده. خیلی بایستی مراقب باشید. و در حروف اسمی این آدم هم لام، گ و ف اومده. لام، گاف و ف. عذر میخوام. بریم به سراغ شخص دوم که شاید این رو همتون داشته باشید در اعضای خانواده، فامیل و غیر. داره میگه که یک شخصیت کاملا درو، به ظاهر محترم، همه چی تمام و بی آزار، یک شخصیت کاملا از نظر شما متشخص ولی درو هستش. یک شخصیتی که ثباتی نداره. جاجمنت اومده، میگه که عرض به خدمتتون قضاوت. در مورد این آدم قضاوت خوبی داشتید بنا به دلایلی که این قضاوت اشتباه بوده. نباید این رو بدیهای این آدم رو نباید در واقع متوجه باید می شدید که نشدید. میگه که خیلی موزمار، خیلی مرموز، زیرزیرکی کاراشو کرده و چه دلیلی داشته. چیزی که هست اینه که یک آدم به شدت با تجربه تری از شما و یک جورایی یک خودخواهی رو در خودش میبینه، یک جورایی خودخواهه و این که شما ازش برتر هستید در وجود این آدم حس تنفر ایجاد میکنه. یعنی شما رو از خودش برتر میبینه. بنابراین این اتفاق منجر به این میشه که در واقع شروع بکنه کارهایی رو انجام بده. میتونه یک نفری باشه که نسبت به شما در محیط اداره یا کار یا کلا محیط کار قدیمی تر بوده و شما اومدید و یک جورایی خیلی به نظرش به عنوان یک تازه وارد زیادی دارید خوب عمل میکنید، عملکردش رو مختل میکنید. یک جورایی اون کار رو میراث خودش میدیده و از اینکه شما اونجا هستید براش احساس خطر ایجاد میکنه. دوست نداره که شما در واقع اون موقعیت رو غصب کنید. بعد تابر اومده، میگه که چیزی که هست، کاری که برای شما میکنه از کنارش گذر خواهید کرد اما دنبالتون خواهد بود. توی اون موقعیت شغلی نخواهید موند اما در موقعیت‌های شغلی دیگه این سنگینی و این سیاهی روی زندگی شما خواهد بود. دوستان در رابطه با حروف اسمیش ه، سین و لام اومده. 3 تا از حروف اسمی که اینجا دارید مشاهده میکنید و عرض به خدمتتون که این هم از این مطلب. نفر سوم یک خانوم هستش. چیزی که وایبی که داریم ازش میگیریم مثل یک خواهر شوهر یا کسی که میشه گفت میراثی در دستش بوده، یک همسر سابق، حتی دختر، خیلی چیزها میتونه باشه. میگه که یک میراث، یک مالی رو ازش گرفته شده یا یک میراثی در دست شما هست که مربوط به ایشونه. یک جورایی داره در رابطه با گرفته شدن میراث صحبت میکنه، در رابطه با اذیت شدن یک فرد از اینکه شما یک دستاورد مالی داشتید صحبت میکنه. داره به من در رابطه با این میگه که یک مالی رو به شدت نیاز داشته و 5 of Pentacles اومده، میگه که امید زیادی رو بسته برای آینده بهش، حتی میتونه یک رقیب عشقی هم باشه گفتم، و بنا به دلایلی شما اون رو از این مال محروم کردید. میتونه حتی فرزندی باشه که شما از اون مال محرومش کرده باشید و یک جورایی با از خودتون رونده باشیدش. حتی فرزندی که حمایتش نکردید یا کسی که از شما
به عنوان یک بزرگتر، حالا نمیگم والد، درخواست حمایت داشته و حمایتش نکردید. این کاری برای شما انجام نداده به صورت ولی به طور نامحسوس شاید قصدشو داشته باشه که مجبورتون بکنه اون ثروت. بهتره که در واقع کمکش بکنید اصلا، چون واقعا هم گناه داره شخص. و دارم میبینم که دنبال یک راه حلیه که به اون داستان برسه و شما از همه جا بیخبری. میگه درونن این آدم خیلی پاکه، خیلی آدم بدی نیست، بد دل و بد طینتی نیستش، اما به مرور گویا این زخم زبون ها و یک جورایی این حمایت نکردن شما از این آدم یا حمایت کردن زیاد از این آدم باعث شده که وابسته بشه و در شرایطی که باید مستقل بشه نشده. و این مسئله همیشه گریبانگیر شخص بوده. حروف ت دسته‌دار، زاد و دال اومده براشون که میتونه در اسم یا فامیلی شخص همه اینها باشه. عزیزان، اگر از این فال لذت بردید حتما چنل من رو سابسکرایب بکنید و کامنت ها فراموش نشه. برای کارهای شخصی هم میتونید به آیدی تلگرام بالا پیام بدید. خیلی ممنونم از شما، دوستتون دارم و خدا نگهدار.